سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل ویدرکرافت. تو این ویدیو باید با تمام وسایل کلاش کنیم. اگه نتونیم باید تو ویدیوی بعدی با 20 تا زامبی مبارزه کنیم با یه ست فول آیرون و وسایل آیرونی. فعلا تا اینجا خوب کلاش کردیم، به کلاش هم رفتیم. الان مونده نردبون و چند تای دیگه. بعد اگر نتونستیم یکیشو کلاش کنیم باید تو ویدیوی بعد با 20 تا زامبی مبارزه کنیم. وسایلمونم 9 تا نون، سپر و آیتمای آیرونی هست. ما باید زامبی ها رو همه رو بزنیم. سابسکرایب کردیم، منتظر ویدیو بعدی باشید.